هستند، شاروالی کابل از تمام امکانات استفاده میکنه تا شهروندان عزیز در رفاه بهتری قرار بگیرن و به گونه مشخص در موضوعات ترافیکی و هماهنگی مشخص با اداره محترم ترافیک داره و تحلیل ترافیکی هست. بعضی از چاره‌ها در داخل شهر کابل برداشته شده و به شکل اینترسکشن ساخته شده، مثل چاره‌ای برکی، مثل چاره‌ای ترافیک، مثل چاره‌ای کارت مامورین. و شب گذشته هم بر اساس اصول و قواعد مشخص که وجود داره در ساحه دشت برچی یک چاره وجود داشت که برداشته شد و به شکل اینترسکشن ساخته میشه، بهسازی میشه تا وضعیت بهتر ترافیکی را ما شما داشته باشیم. به دلیل هجوم و همچنین ازدحام زیاد متحرک در ساحه وجود داره و در این حال یک سرک مشخص دیگه که از امی چاره‌ای وصل میشه مستقیما به طرف چاره‌ای پل سرخ هم مشکل ترافیکش کاملا رفع میشه. امیدوار هستیم که در شهر کابل چاره‌های بهتر و زیباتری داشته باشیم و همچنان شاروالی کابل متحد به این است که از علم جدید ترافیکی وجود داره در بهبود وضعیت ترافیکی شهر استفاده بکنه.